توی عروسی که طاهر جان خدا خد فرزند شو که این عروسی عقد نکاح هست حضور داریم عزیزانی من این صفایی و خدیجه کبرایی و محبتی علی مرتضی فاطمه زهرایی الها بین این دو نوجوان پیدا نمایی و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزانه غیبی خودت الها کرامت نمایی. آن جوانانی که در اینجا اشتراک دارند آرزوی خانه داشتن باشد الله سبحانه و تعالی یک زنهای خدا خواهد انشاءالله با دیانت با حجاب با تقوا الها مناسب گردانی و آن دخترانی که آرزوی خدا خواهد انشاءالله این خانه دار به شوهر برمدن دارد یک شوهرای با دیانت با عبادت با تقوا انشاءالله الله سبحانه و تعالی این دخترکارم اله خداوند خودت مناسب بگردانی و این توی برای هر یکی ما و شما الله سبحانه اله مبارک بگرداند. اول سرچشمه کار یعنی آیت های مبارک کریم انشاءالله قرآن عظیم های دین باشه انشاءالله نظری الله سبحانه و تعالی و نظری فرشتگان و سوی این خاندان انشاءالله متوجه می شود و انشاءالله سرچشمه کاره و یکی قاری های بزرگی انشاءالله خدا خواهد و شیار زمین میتیم انشاءالله خدا خواهد و یک تلاوت میکنند و یک قلب های ما شما لذت میبرد و بعد از آن انشاءالله صحبت ادامه میدیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها صدق الله العلي العظيم. بارک الله آنچه صحابه که حاصل شد از این آیت های مبارک از این قرآن عظیم و شان و گذشتگانی همین اهل خاندان طریق رحمه شایسته جنت خبرهاشون پرنور آخرشون آباد بگردانی. البته این توی عروسی است عزیزانی من یک چند انشاءالله نصیحت هایی که بزرگان و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم برای داماد و عروس و بزرگان کردن انشاءالله الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان عزیزان من برای هر یکی ما و شما دستور عمل توصیه دارد فرمان دارد باید که انشاءالله خدا خواهد ما این فرمانا را البته اجرا کنیم سعادت ای دنیا و او دنیا انشاءالله خدا خواهد مشرف میشیم.
شاعر چنین مصرع‌های شعری میگن هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد یک زنی مستوره‌ای کاکل پریشانش دهد مرهمی تن مرهمی دیل محرمی جانش دهد دختری ملا و خواجه بنت ایشانش دهد صاحبی انصاف باشد خانه روشن کند خدمتت آرد بجا هم نانی با روغن کند چای لنکا چای فامیل هر دو را دم کند زیبی خانه زیبی حولی ایوان زیبی ایوان است و زن هزین و بازی ها کند تا که گردی لاملیف گاه با خود گاه به خود میشوی با آن حریف همچنان گشتی امیر در بخارای شریف میگه هر کی را خدا لطف کند حضرت ندارد میگه یک دختری خوبش دیاد حتی میگه دخترش میتیه که چی هست میگه زنی مستوره کاکل پریشانش دیاد یعنی انشاءالله زنی یک زیبا این زیباگی بیان نقش و نگار نیست مقصد از این زیباگی زنی که باشد که لفظ شیرین داشته باشد عزیزانی من هر مرد و هر زن زیباگیش در لباس نیست در یعنی انشاءالله کلاسکا و در خاک و خیتای نیست بلکه زیباگی انسان معامله رفتار و گفتار خلقی خوبی بست من پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بین در تمام دنیا مشهورترین بهترین یک عالم همه بزرگان را جمع کرده است عزیزانی من در کامپیوتر تمام عالم چی لنین است چی مارکس است چی انشاءالله سینا است چی ستالین است این چنین در یعنی خدا خواهد کامپیوتر جا کرده است جا کردن بعد عزیزانی من یعنی چیکار کرده است همه گذاشتن بعد تمام عالم ها جمع زدیان و کناب که همون انشاءالله خدا خواهد یعنی کامپیوتر جخیده است وقتی که بعد جخیدن بعد مقصدی و ها بهترین شخص در دنیا کی باشد یکم نام شخص وقتی که میگه کامپیوتر در حرکت اومده است همه نگاه میکند یک باره محمد صلی الله علیه و سلم نامر یک میشه از من همه حیرون علما میگن این چی است با میگه یک بار دیگر کامپیوتر میگه از دیگر ببان یک بار دیگر کامپیوتر از دیگر من با نام محمد میگه چی اگه کردی میگه اون علم کتفاش جون بود و ایلی منده بهترین شخص الحمدلله ما بهترین پیغمبر داریم عزیزانی من بهترین شخص داریم که در تمام روی دنیا نه در یک عربستان سعودی بلکه در تمام عالم اسلام عالم دنیا پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است بسیار شکرگزار باشیم و خداوند حمد و ثنا به عدد گوییم که ما این خیل انشاءالله شخص معتبر داریم این خیل پیغمبر دلسوز این خیل پیغمبر جانگدار داریم که تا دم مردنش تا حیات بود زنده بود امت گفت عزیزانی من بیایی این پیغمبر را دوست داریم دوست داشتن این پیغمبر از ایمان است عزیزانی من این پیغمبر توصیه که برای آیله داری داده است اگر ما این توصیه ها را خدا خواهد بجا بیاریم عمل کنیم نه زنی ما آزار میکشد نه خودی ما مردها آزار میکشیم صدها افسوس که ما دعواهای پیش است
دعوای بیکار است. میگن من بنده خدا هستم، امتی محمد هستم، لکن دستور خدا، دستوری که محمد برای ما نقشه های جدولی چخیلی که در مکتب است همچون نقشه ها را کشیده رفت، ما عمل نمیکنیم، دست نمیزنیم، چنگ نمیزنیم. امروز چقدر امتی مسلمان خوار هستن، امروز چقدر امتی مسلمان محمد علیه السلام به قدر و به قیمت شدن. باعث میدانی چیست؟ باعثش خبر نداری، باعثش محمد دوست نمیداری. دعواهای دروغ. گفتی شاعر مشو بنده نوکی زبانی، مبادا که در دوزخ دایم نمانی. من دستور عملی که پیغمبر برای ما شما نقشه داد، الله سبحانه و تعالی داد، چندین درخی داماد عروس میگم. خدا میگد از نشانه های خدا آن است که میگد خدا از جنس شما این زن آفرید. این سخن خدا است. عزیزانی من، الله سبحانه و تعالی همین همسری که زنی که ما دوستش میداریم به این زن زندگی نیست، به این زن حیات نیست، همین از جنس ما شماست. آدم آفرید، فرشته دخترای حور و جنت نشانش داد، آدم قرار نگرفت. الله تدبیر کرد، چون که خدا تدبیر کننده است. گفت که آدم قرار نگرفت، این طرف اون طرف خودش میزد. خدا گفت بسکن، گفت باید که من از جنس خودش آفرم. آدم علیه السلام خواب غلبه کرد. عزیزانی من، از همین قارغه چپ بالای دیرنده یک قارغه باریکترین نازکترین میشنست، به نهایت نازک. حضرت جبرئیل امر کرد، خدا همون قارغه را گفت، همون قارغه را گرفت. خدا کن فیکون، شو گفت بس شید. این خدا قدرت دارد. خدا دو تا حرف دارد، دو حرف که انشاءالله تمام دنیا را بنا میکند. سوره یاسین آخرین آیت ها است. فاذا ارادکم شیئا فیقول له کن فیکون. وقتی خدا اراده چی خواهد، چی کردن میخواه انشاءالله در این دنیا، فقط کاف و نون که خدا خود میگش کن فیکون بس میشود. بزرگان گفتن که برای چی؟ خدا سبحانه و تعالی از نزد دل آفرید همین ما هوا را، سببش که تا که محبت اون دختر در دل ما جا شود. بزرگان گفتن برای چی از پاچک نآفرید، از قارغه پاچک؟ گفتن تا که زن خار نشود. این حکمت الهی را بی زن باید که ما شما زیر لغت قرار ندیم. عزیز من، این زنم انسان است، زنم یک دستنگر است. باور میکنید وقتی که در نکاح میدارش بیچاره چی بوتیش میخره، چی بیاریش میپوشه، کجایی بلاگوی میرود، نلاگوی نمیرود. خدا پریزیدنت کرده است. میگه برای چی است پاچنگ نآفرید تا که زن خار نشود. برای چی این سر نآفرید میگه تا که زن در تای ساری سرد خوجهی نشود. عزیزان من بینید، برای چی از دست نزدیک آفرید میگن با که به دست او زن بگیری. محبت چه میگه برای در دل جا کردن از نزدیک دل قارغه همون که زن آفرید خدا خواهد انشاءالله. میگه تا این که برای شما میگه خدا محبت پیدا کنیم، به این زن زندگی خوب کنیم. الله سبحانه و تعالی بینیم خدا میگه استعیذ بالله و عاشرهن بالمعروف، یعنی شما با زنها تو زندگی کنین، زندگی خوب. عزیزی من، آخه به زن قرار نیست. این روز چندین جوانان نزد من می آید، زنشگاه ها طلاق میکند. این طلاق بازی نیست. عزیزی من، این طلاق نکن. پیغمبر نازنین گفتن ابغض الحلال الی الله الطلاق. بدترین حلال ها نزد خدا طلاق است. در آن طلاق پیشکش نکن. امروز سرمیتیت با آمده است پیش من چندین جوانات تا امروز حیات نیست. باور میکنین انشاءالله این ها چراغ خونه هستند. زن آرام گیرنده ای مرد است. اگر آدم آرام نگیرید خدا زن می آفرید. آدم قرار نگیرید، با مجرد پیدا کردنش دست دراز کرد در راه. گفت آدم، گفت دست بکش، برای تو حلال نیست.
ولی هیچ کس نبود. دنیا در آدم هوا خدا گفت دست دراز نکه گفت بین. ولی تو نکاح میشوی حق زن میتی این زن بر تو حلال میشه. این عزیزی من این نکاح از آدم تا خاتم است. این امروزه نیست که تو گوی که ما با کلمه جرمت آدم خدا خواهد خود بشه خواندن نکاح سهره نیست. این آدم علیه السلام و ما همه با واسطه نکاح حلال شد. این روز ما و شما خیال میکنیم که دیروزه نه. 4 چیز میگد اربعتون من السنت المرسلین. 4 چیز از سنت های پیشینه است، از آدم کشیده تا خاتم است. یکی همین نکاح است. عزیزان من باید که ما شما با نکاح انشاءالله خدا خواهد یعنی چیکار کنیم خانه داشتیم. پیغمبر نازنین چی گفتن؟ یعنی با سنت من پیروی کنیم. سنت من گفتن چی است؟ نکاح است. النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. گفت نکاح این سنتی من است، کسی که از سنتی من سرکشی کند و امتی من نیست. گفت عزیزی من انشاءالله خدا خواهد باید که با نزد دو گواه انشاءالله خدا خواهد برادگی پدر و مادر یک جایه چکا کنید انشاءالله خدا خواهد شما خاندار شید. پیغمبر دن کسی که خاندار شود نصف دینش گفت مکمل بشود. زن گرفتن نصف دین پره میکرد است و نصف دیگرش گفتن با عملهای صالح، با نماز و طاعت و عبادت و خوبی و خدمت پدر و مادر و خدمت بزرگان و عزیزان من و خدمت جامعه نصف دیگرش انشاءالله خدا خواهد کامل کنه. شیطان ملعون مرجوم مردود اگر دو جوان با واسطه نکاح یک جای شوند شیطان گریه میکرد. یه گفته است که یا ویلا بر من کی وای باد بر من کی این دو نوجوان نصف دینش کامل کرد. نصف دینش پره شد. برای چی نصف دین پره میشود؟ شما اگر به نکاح یک جایه میشیدین به نکاح یک جایه شدن بعد این زنا میشود. زنا با وجود اومدن بعد غضب خدا بالای ما شما می آید و از بی‌نکاحی فرزندهای حرامی با وجود می آید. فرزندهایی که میاری یک عمر در پیشانیش تغمه دارد. حتی در شریعت اسلام هم کدام جوانی که به نکاح تولد می شود امامتش مکروه است. نزدیک امام اعظم رحمت الله علیه امامتش مکروه است. گرچه عالم شود انشاءالله قاری قرآن شود یک عمر تغمه دارد. این کار نکه جوانی عزیز. این غضب خدا می آید. مقصد این است که دم گفتن ندانی عنوانش میگیرد میگد فلانچی فلانچی را نکاح چیکار کرده است؟ توی کرده است و بین جامعه حرمت و عزت بالا می شود. گفتن پیامبر سلام زن گفتن برکات است و فرزند رحمت است. اگر انشاءالله زن در خاندان با نکاح میاری این برکات خاندان است انشاءالله. با توفیل این زن خدا در عمر در رزق و کسب و کارات الله سبحانه و تعالی برکات میدهد و فرزند این رحمت الهی است. در این خاندان میکنیم یک سال بعد الله سبحانه و تعالی یک کودک خوب خدا خواهد انشاءالله بتیاد که با سال آینده در همین خاندان در عقیقشون صحبت کردن الان مناسبی ند. آمین رب العالمین. بینید میگن فرزندکاش هنمی گپی شیرین است قپیدن است باوی محبت بازی است. عزیزی من و کنتیبای شب و روز گشتن است. آخر عاقبش شیطانی ملعون میگه جایی که دو جوان یک جای میشوند سلیمش من است. ولی در خانه خلوت یک زن و مرد بیگانه را جمع شدن من میکند چون که سیم شیطان بودن بعد واسواس میکند. باوی گردنک داری باوی حتی اینکه در کوچه ها باور میکنی انشاءالله کدام کوچه رو دیدم دستش در گردن این دختر است. از خدا بترس. تو غضب خدا میاری نه برای خودت بلکه جامعه را رسوا بکن.
وقتی که غضب خدا که بالای قوم و جمعیت می آید، چی ملا هستی، چی اولیا هستی، چی بزرگ هستی، همه در برابر است. یک روایت خوندم در بنی اسرائیل میگد همه مردم از ره برمد، تمام زنا گناه فرا گرفت. این عالمان نباشه حالت وای است. لولا العلماء میگه سری بصری رحمت الله علیه، لولا العلماء لصد الناس کالبهائم. اگر این عالمان نباشه میگه آدم ها حیوان میگردن. عزیزی من، بنی اسرائیل نمیگه ای حق برمدن 600 خانه دارد، به یک خانه توش دنیا را چپا میکنند. قوم لوط قصه شدید؟ لوط وقتی که همه مردن باز شد، امروز در اروپا خدا نگه دارد، مرد به مردها نکاح کردن ثواب شما از این گناهی سخت‌ترین است. قوم لوط همچنان شد، خدا فرمان داد حضرت جبرئیل امین و قوم نیست و نابود کرد. دیگه جبرئیل گفت برو همین قوم نیست و نابود کن. قوم میگه حضرت جبرئیل یک شلاق دارد که همه در غفلت خواب است، یک عالم مطالعه کتاب دارد. خداوند گفت به خودت آشکارا هست، به خودت عیان است، حاجتی گپ زدن نیست، همه در غفلت است. یک عالم کتابینی دارد، همون بلا را گفت بالای عالم زد. پروردگار را گفت بالای چی؟ آخری خدمتی خود نداره کن، چون که فقط نفسی خود چه دونید. مردها را نگفت، زید این جنایت ها مبارزه از منکر میکنید. شما که گناه میکنین، ما از گناه شما خالی نیستیم. اگر ما مبارزه نبریم، ما حلال و حرام و نیک و ثواب و بر شما نگوییم، خدا ما را غضب میکند. این رحمت الهی است که امروز در این دوری خوب، دوری زمانی آسایشتگی پادشاه عادل زیر خلافت انشاءالله سایش ما حیات خوب بودستیم. این چی در دین، چی در دنیا و توفیل این جناب عالی الله نعمت برای ما شما داد که این امر معروف ها هر سحر میبینم هر جا قال الله قال رسول الله هست. عزیزانی من، کجای میشینن عالمان امر ما معروف نهی و منکر است. این عزیزانی من 20 سال پیش، 10 سال پیش این چیز نبود. باباهام و عالما آرزو نیستند. ما حاصل کردم یک کس نگفتن نتونستم، یک کس الله تعالی از این ساده در جامعه عزیز راه بگیرید انشاءالله. دولت شکر که الله این را زیاده عزیزانی ما بعد شهر مسلم یک پایلون، یک آدو، یک دیگه داشته بوز باند که آمنش میگه دخته خاری حتی زمان شهر داد میگه پاکرسش وزی مدافع کرد و یک میگه که یک روز بود میگه من شیرین است آنچه گفت دختر گفت